خب بچه ها، به نام خدا. درس ریاضی و آمار 2 بچه های انسانی سال 11 هم. خب بچه ها، کتاب شما از 3 تا فصل تشکیل شده. فصل اولش بحث منطق و گزاره ها هست که فصل ساده اما جدیده براتون. البته تو درسای مثل منطقتون، مثل فلسفه، شاید اینا رو میخونید اونجاها هم. تو درسای تخصصی خودتون، درس منطقتون هست اینها رو از دید ریاضی تو فصل اول با هم دیگه بررسیشو میکنیم. فصل دوم میریم سراغ بحث تابع، یه سری تابع مهم رو با هم بررسی میکنیم و یاد میگیریم. و فصل سوم بحث آمار میشه که خب یه سری مطالب جدیدی براتون داره و ساده هم هست. یعنی به طور کلی کتابتون بچه ها مطالبش خیلی ساده و روان هست، به شرطی که همراه باشید، خوب دقت کنید چی بهتون میگم و حواستون به من باشه. خب بچه ها، بریم سراغ فصل اول. منطق چیزی هست که فعلا جامعه ما بی‌نصیب خیلی جا ازش و منطقی در خیلی از کارهامون وجود ندارد که اگر منطق وجود داشته باشه وضعمون خیلی بهتر از این میشه. خب اما بیام سراغ اول گزاره. بچه شما گزاره باش آشنا هستید. گزاره یعنی چی؟ گزاره یه جمله خبریه. پس تعریفش بچه ها چیه؟ گزاره دو تا ویژگی داره بچه ها. وقتی که به شما میگن یک گزاره، شما دو تا چیز، یه جمله خبری هست، این جمله سوالی و عاطفی و نمیدونم احساسی، اینا یه خبریه، یه خبری داره به شما میده. خب جملهش خبری هست و دوم ارزشش واضحه، ارزش مشخصی داره. پس یه جمله خبری که ارزش یکسان و واضحی دارد، یعنی سلیقه‌ای نیست. مثلا به شما بگن که تیم استقلال از تیم پرسپولیس قوی تر است. ببین من می نویسم اینجا تیم استقلال، حالا بعضی استقلالی هم بعضی پیروزی هم، تیم استقلال از تیم پیروزی قوی تر است. خب ببینید بچه ها، این داره خبر بهتون میده، یعنی قسمت اولشو داره یه خبری به شما میده، اما ارزشش درسته یا نادرسته؟ کسی که طرفدار تیم استقلال باشه میگه بله خیلی هم درسته. کسی که طرفدار تیم پیروزی باشه میگه نه، چه حرفی زده، خیلی هم حرف اشتباهیه. یعنی ارزشش مشخص نیست، سلیقه‌ای میشه، سلیقه. پس اگر در یک گزاره‌ای، در یک جمله خبری، سلیقه تو ارزشش که درسته یا نادرسته دخیل باشد، ما میگیم اون گزاره نیست. پس گزاره ارزشش سلیقه‌ای نیست. مثلا میگیم که این سیب شیرین است. خب یه داره خبری به ما میده، یه خبری داره به همون میده، اما خب حالا شیرین بودنش سلیقه‌ایه. یه نفر میگه نه، کی گفته این شیرینه، خیلی هم ترشه. یکی میگه نه خیلی هم شیرینه. پس جملاتی که سلیقه‌ای میشن اینا گزاره نیستن، چون ارزششون مشخص نیست. اگر ارزش سلیقه‌ای بشه ما به اون گزاره نمیگه. فعالیت‌ها رو ببینید بچه‌ها. یه کدام که جملات زیر گزاره هستن، ارزشش رو مشخص کن. ارزشش رو یعنی میگه درسته یا نادرسته. خب میگه شما چند سال دارید. خب که اصلا اول کار خرابه دیگه، گفتم خبری باشه، اینجا علامت سوال داره. پس این گزاره نیست. چرا؟ چون اصلا جمله خبری نیست، داره جمله پرسشیه دیگه. عدد 2 عدد اول است، داره یه خبر به همون میده و اول بودنش یه ارزش داره. ارزش هم چیه؟ 2. بله یه عدد اول هست، ارزشش هم درسته. اینجا من مثلا ترو، یعنی ارزشش درسته. عدد رادیکال 2 عدد گویا هست، داره یه خبری به ما میده، اما یه خبری اشتباه داره، میگه ارزشش اشتباهه. پس خبری هست، ارزشش هم یکسانه، ارزشش همه میگن فالس. کسی نیست که بگه نه ترو درسته، همه میگن اشتباهه، سلیقه‌ای نیست. رادیکال 2 که گویا نیست که، رادیکال 2 یه عددی گنگه.
رادیکال هایی که جذر نمیدن عددی گنگ هستن، سلیقه‌ای نیست. یکی میگه چرا من اینو رادیکال 2 رو میخوام میگم گویاست، یکی میگه نه میخوام میگم گنگ. نه، اشتباه میکنه. رادیکال 2 گویا نیست، سلیقه‌ای نیست، همه میگن گنگه. پس یک گزاره هست. چرا؟ چون جمله خبری داره به ما میده. جوابش هم یک جواب یکتا هست. حالا جوابش چیه؟ جوابش فالسه، جوابش اشتباهه، یعنی میگم ارزشش نادرسته. قسمت تش، افلاطون شاگرد ارسطو است، داره یه خبری به ما میده. خب درست هم هست. نه، افلاطون شاگرد ارسطو میشده، پس این یک گزاره هست چون داره یه خبری به ما میده. برید تو تاریخ سرچ کنید، یه گزاره تورو هم هست، ارزشش درسته. افلاطون شاگرد ارسطو هستش، گزاره درسته. بعدش گفته 2 به اضافه 3 ضرب در 4 میشه 20. این داره یه خبری به شما میده، خبر. حالا این خبر یا درست یا نادرست، ببینید درست یا نادرسته. تقدم با ضرب دیگه بچه‌ها میدونید دیگه. 3 ضرب در 4 12، 12 به اضافه 2 میشه 14، 20 نمیشه. پس داره یه خبر بهمون میده، ارزش خبرم نادرسته، پس این گزاره هست با ارزش نادرست. گزاره هست، ارزشش هم چیه؟ نادرسته. عدد منفی 1 به توان n همواره عددی مثبت است. نه، اگر n رو مثلا فرد بگذارم، اگر n مو فرد باشه منهای 1 به توان n میشه منفی 1 که مثبت نیست. پس خبر داره میده، یه گزاره هست. حالا خبرش درسته یا نادرسته؟ خبرش نادرسته، چون اگر n رو مثلا من بذارم 3 منفی 1 به توان 3 میشه منفی 1 که عدد مثبتی نیست. پس خبر داره به هم میده، اما خبر چیه؟ اشتباه، ارزشش نادرسته. سیب قرمز از سیب زرد خوشمزه تر است. این داره یه خبر میده. حالا این خبر ارزشش همه جا ثابته؟ نه. یکی از سیب قرمز خوشش میاد، یکی از سیب زرد خوشش میاد، یعنی ارزشش چی میشه؟ سلیقه‌ای میشه، سلیقه‌ای میشه. پس گزاره نیست بچه‌ها، گزاره دی، چون گفتیم گزاره جوابش نباید سلیقه‌ای باشه. لطفا تخته را پاک کن. یه جمله امریه، اینجا یک جمله امری هست، پس جمله خبری نیست، پس گزاره هم نیست بچه‌ها. این چرا؟ چون گفتیم گزاره باید یک جمله خبری باشه. خب گفته 2 گزاره درست و 2 گزاره نادرست بیان کن. خب مثلا 2 عددی زوج است، یه گزاره درست. مثلا 3 عددی فرد است، یه گزاره درست. حالا گزاره نادرست. 2 عددی فرد است، یه گزاره نادرست. مثلا رادیکال 5 گویا است، یه گزاره نادرست. الی آخر میتونید به سوالای مختلفی بزنید. اما بیایم سراغ ادامه بحثمون. این گزاره ها رو، یعنی اون جمله خبری رو توی ریاضی با حروف P, Q, R الی آخر نشون میده. مثلا میگم عدد 2 زوجت، کل این جمله فارسی رو با حرف P نشون میده، با حرف Q نشون میده. پس یک رسمی هست که تو کتاب های ریاضی گزاره ها رو با حروف کوچک انگلیسی نشون میدن، P, Q, R, S, T و الی آخر. خب حالا اگر یک گزاره داشته باشیم چند تا ارزش داره؟ 2 ارزش داره، یا درست یا نادرست. پس یک گزاره، یک گزاره. اگر یک گزاره من داشته باشم یا درست یا نادرست، یعنی چند حالت داره؟ 2 حالت میتونه براش رخ بده. حالا اگه 2 تا گزاره داشته باشه، 2 تا گزاره چند حالت؟ میتونن هر دوتاش نادرست، هر دوتاش درست باشن، میتونن هر دوتاش نادرست باشن، میتونه اولی درست، دومی نادرست و میتونه برعکس، یعنی چند حالت؟ 4 حالت. پس برای 2 گزاره 4 حالت میتونه اتفاق بیفته. خب 3 تا گزاره اگر من داشته باشم، گزاره پی کیو آر، میتونن هر 3 تاشون درست باشن، هر 3 تاشون نادرست باشن و الی آخر. چند حالت میشه؟ 8 حالت. حالا نوشتن این جدول مهمه بچه‌ها. ببینید برای 3 تا گزاره 8 حالت داره. بیام چیکار میکنم؟ اول 4 تا درست مینویسم. من میخوام 8 حالت رو بنویسم، 4 تا درست مینویسم، بعد 4 تا نادرست مینویسم. بعد حالا من تو جدول کیو چیکار میکنم؟ حالا 2 تا 2 تا 2 تا درست، 2 تا نادرست، 2 تا درست، 2 تا نادرست، بعد یکی یکی مینویسم، یه درست، یه نادرست و الی آخر ادامه میدم. پس اول 4 تا درست، 4 تا نادرست،
بعد 2 تا درست 2 تا نادرست و الی آخر. تو دوتایی هم همینجور، نصفشو اول درست میذارم، 2 تاشو درست میذارم، 2 تاشو نادرست میذارم، بعد حالا یک در میاد، یه درست یه نادرست، یه درست یه نادرست، که 4 حالت برای ما ساخته میشه. به طور کلی میشه 2 به توان n بچه‌ها، 2 به توان n میشه تعداد حالات. اگر n تو گزاره داشته باشیم، اگر n گزاره داشته باشیم، یه گزاره دارید میشه 2 به توان 1، 2 به توان 1 میشه 2. 2 تا گزاره داشته باشید 2 به توان 2 میشه 4 حالت. 3 تا گزاره داشته باشید 2 به توان 3، یعنی 2 رو 3 بار خودش ضرب کنه که میشه 8 حالت. 4 تا گزاره داشته باشید 2 به توان 4 میشه 16 حالت میتونه اتفاق بیفته. اما نقیض یک گزار یعنی ضد اون گزاره. اول اگر گزاره پی باشه نقیضش رو با یه مد می نویسیم، مد پی. این چیه؟ این نقیضه. نقیض چیه؟ نقیض پیه. یه نماد یه مد میذاریم کنارش، یعنی نقیض. حالا نقیض رو چجوری بسازیم؟ بدونیم که گزاره گفتیم یک جمله خبریه دیگه، علی به مدرسه رفت. حالا میخوایم نقیضش رو بگیم فعل رو منفی کن، علی به مدرسه نرفت. تموم شد. پس فعل جمله رو چیکار میکنه؟ منفی میکنه. علی درسش خوب نیست. نقیضش علی درسش خوب است. یعنی فعل رو قرینه کنید، فعل مثبت منفی میشه، منفی فعل مثبت، یعنی فعل رو عوضش بکنه. تموم شده رفت. نقیض ساخته میشه. مثلا ما امروز ورزش داریم، نقیضش میشه چی؟ ما امروز ورزش نداریم. خیلی ساده. خب حالا گفته نقیض اینها رو بنویسید. عدد 5 زوج است، میگید عدد 5 زوج نیست. حالا ارزشش هم گفته مشخص، پس میشه چی؟ عدد 5 زوج نیست. حالا ارزشش چی میشه؟ خب عدد 5 زوج نیست، یه ارزشش چیه؟ تروه. ارزش خود این گزاره با عدد 5 زوج نیست، عدد 5 بله زوج نیست، ارزشش چی میشه؟ درست میشه. تساویه برقرار است، بنویسید برقرار نیست. تموم شد. عدد 12 از 15 کوچکتر است، بگید کوچکتر نیست. ارسطو شاگرد افلاطون است، میگید نیست. تموم شد. ایران در منطقه غرب آسیا قرار دارد، میگیم قرار ندارد. تموم شد. این بزرگتر از اینه، میگیم نه، میگیم این بزرگتر نیست، روش خط میکشیم. تموم شد. حالا بخوایم ارزشش چی میشه؟ گفته 5 ضرب در 4، من گفتم نقیضش چی میشه؟ روی این می‌نویسم بزرگ، روش خط میکشم، یعنی بزرگتر نیست. 3 ضرب در 7. خب حالا ببینیم چی میشه ارزشش بچه‌ها. 5 ضرب در 4 که میشه 20، 3 ضرب در 7 میشه 21. حالا میگه 20 بزرگتر از 21 نیست. این وقتی روش خط میکشم یعنی نیست. 20 بزرگتر از 21 نیست. خب این درسته دیگه، پس ارزشش چی میشه؟ درست میشه. خب بریم سراغ و اینم میدونستید بچه اگه خود گزاره درست باشه نقیضش نادرست میشه ارزشش، و برعکس اگر خود گزاره نادرست باشه نقیضش ارزشش چی میشه؟ درست میشه، چون نقیض فعل رو منفی میکنه دیگه. پس ارزشم چی میشه؟ ارزشم عوض میشه. پس اگر خود گزاره درست باشد نقیضش نادرسته. اگر خود گزاره نادرست باشد نقیضش چی میشه؟ درست میشه. خب ببینید بچه ها، بحث بعدمون ترکیب گزاره ها هست. ما تو زندگی روزمره میگیم گزاره ها رو با هم ترکیب بکنه. بگیم که به مدرسه برو، مثلا بگیم علی به مدرسه رفت و درسش را خوب خواند. اینجا 2 تا گزاره، علی به مدرسه رفت. حالا اینجا با این 2 تا گزاره یه جوری به هم وصلش کنم. اینجا من با حرف و وصلش میکنم، میگم علی به مدرسه رفت و درس را خوب خواند. اینجا 2 تا گزاره رو من با هم ترکیب کردم. وقتی 2 تا گزاره رو با هم ترکیب کنیم میگیم ترکیب عطفی. پس ترکیب عطفی چی میشه؟ وقتی که من 2 تا گزاره رو با حرف و با هم دیگه ترکیبشون بکنم با بگیم گزاره، میگیم ترکیب عطفی ها. و با چه نمادی نشون میدیم؟ با این نماد 8 بینشون میذاریم.
اگر گزاره هامون پی باشه بگیم پی و یه عدد 8 بینشون میذاره و کیو. این چیه؟ ترکیب چیه؟ بهش میگیم ترکیب عطفی. ترکیب عطفی هست. تو جمله فارسی نمادش چیه؟ و هست. علی به مدرسه رفت و درسش را خوب خواند. پس حرف و وقتی که دو تا گزاره رو با و به هم بچسبونیم میشه ترکیب عطفی دو تا گزاره. ترکیب دو تا گزاره با هم ترکیب میشن، با حرف و به هم چسبونده میشن. بگیم چی؟ مثلا میگید که ما امروز فوتبال بازی کردیم و تیم ما برنده شد. این دو تا گزاره رو من به هم چسبوندم با حرف و. اینا رو میگیم ترکیب عطفی. خب حالا ارزشش مهمه. اینجا خوب دقت کنید بچه‌ها. ارزش ترکیب عطفی. ترکیب عطفی. خب ارزش ترکیب عطفی گفتیم دو تا گزاره. دو تا گزاره چند حالت داره؟ 4 حالت داره. اینا رو قبلا بحث کردیم. گفتیم اگر پی و کیو باشن، پی و کیو 4 حالت میتونه براشون رخ بده. خب حالا ترکیب عطفیش ارزشش چی میشه؟ ارزشه اگر هر دوشون درست باشن میشه درست، در بقیه حالات نادرسته. پس ترکیب عطفی علی به مدرسه رفت و درسش را خواند. حالا اگه علی واقعا به مدرسه بره، سر کلاس هم درسش رو خوب بخونه، ترکیب ارزشش درست میشه. ولی اگه علی به مدرسه بره درسش رو نخونه، خب نادرست. علی اصلا به مدرسه نره، حالا درسش هم بخونه، نادرسته. به مدرسه نره درس هم نخونه که کلا نادرسته. پس ترکیب عطفی فقط در یک حالت درسته. فقط در یک حالت. اونم چی؟ هر دو درست باشن. هر دو درست باشن. پس اگر هر دو درست باشن این چی میشه؟ این درست باشه، این هم درست باشه، جوابم درست میشه. در بقیه حالات چیه؟ در بقیه حالات ترکیب دو تا گزارمون چی میشه بچه‌ها؟ نادرست میشه. خوب دقت کنید. پس ترکیب عطفی در یک حالت درست، در 3 حالت جوابش نادرست میشه. خب بچه ها بریم سراغ فعالیت ببینیم چی پیدا بود. پس نکته رو بچه ها گرفتید یا نه؟ ترکیب عطفی گفتیم ما تو زندگی روزمره گزاره ها رو با هم ترکیب میکنیم. حالا با چی ترکیب میکنیم؟ با و. مثلا یکیش علی به مدرسه رفت و شاگرد اول شد. این دو تا گزاره من با و به هم ترکیب کردم که اینو گفتیم بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ترکیب عطفی. چه موقع درست بود؟ هر دوتاش درست باشن. یعنی هم پی درست باشه، یعنی هم گزاره اول درست باشه، هم گزاره دوم درست باشه، ارزشش میشه درست. خب حالا سراغ فعالیت ما. میگه که درست و نادرست بودن تیک بزن. خب هفته 7 روز دارد. خب هفته 7 روز دارد درست یا نادرسته بچه‌ها به نظرتون؟ هفته 7 روز دارد یا درست. پس اینو من میذارم دو و اینو ببین و در اینا رو با هم ترکه. و ماه شهریور 31 روز داره. آره دیگه ماهای 6 ماه دوم اینا همشون چقدر میشن؟ 31 روز میشن. پس اینم درسته. پس درست و دربی هر دوشون درستن. پس این گزاره چی میشه؟ گزاره درستی میشه. خب دومی سوال گفته چی بچه‌ها؟ گفته که قرآن دارای 30 جزء است. خب بله همتون میتونید قرآن 30 جزء داره. پس این درست میشه. و همه سوره با بسم الله شروع میشن. نه مثلا سوره جن با بسم الله شروع نمیشه. پس این نادرسته. خب درست با نادرست چی میشد؟ میشد نادرست. خب حالا گفته نادرسته. حالا پس ما به این گزاره اولیه خالی گفته 8 عددی زوج. خب 8 عددی زوج هست درست. حالا به ارزش نادرست شده. پس من باید اینجا یک چیز نادرستی بذارم. مثلا نادرست میگم چی؟ بگم 2 فرد است. نادرسته دیگه. این میشه نادرست و درست که بشه چی؟ بشه نادرست. خب اینجا به این ارزش درسته. خب کتاب قرآن 114 سوره دارد درسته. حالا چون درست شده پس اون قسمت دوم هم من باید درست بزنم. بگم چی؟ مثلا پیامبر، مثلا حضرت محمد پیامبر مسلمانان است، یا مثلا این جمله فارسی و هر چیزی که دوست دارید، ریاضی هر چیزی. مثلا میگم که 2 مثلا 8 زوج است.
8 زوج. پس کتاب قرآن 114 سوره دارد، درست است. 8 هم زوج است، درست است. این دو تا درست ها با هم ترکیب میشن، جوابش میشه درست. بعدیش گفته 57 عدد اول است. نه ببین 57 اگه جمع ارقامش میشه چند؟ 57 به 3 بخش پذیره، پس عدد اول است میشه نادرست. 57 به عدد 3 بخش پذیره، وقتی بخش پذیر باشه عدد اول نیست. خب و 2 عدد اول نیست، خب این که نادرسته، اونم حالا میخواد یه هر چی باشه، یعنی به طور کلی اگر اولی یکیش نادرست باشه کلی گزاره چی میشه؟ کلی گزاره نادرسته. پس این نادرسته. 2 عدد اول نیست، اینم اشتباهه، 2 عدد اول هست، اینم نادرسته. نادرست و نادرست میشه نادرست. حالا می گفته گزاره ارزش گفته نادرسته، گفته 5 بزرگتر از 2 که درسته. حالا من با یه سه اشتباه بذارم اینجا، مثلا میگم چی؟ بگم و 3 بزرگتر از 4، این نادرسته ها. حالا میشه چی؟ میشه درست و نادرست که جوابش میشه چی؟ جوابش میشه نادرست. پس نکته چی شد بچه ها؟ P و Q در یه حالت ارزششون میشه درست، در یه حالت ارزش میشه درست، اونم در چه حالتی؟ P درست باشه، Q هم درست باشه. در بقیه حالات، یعنی تو اون 3 حالت دیگه، ارزش ترکیبمون چی میشه؟ نادرست میشه. خب بریم سراغ ترکیب بعدی، ترکیب فصلیه. ببین مثلا 2 تا گزاره من به هم با حرف یا میچسبونم، میگم چی؟ میگم علی به مدرسه میرود یا علی سر کار میرود. یا میشه ترکیب فصلی. علی به مدرسه میرود یا علی سر کار میرود. اینجا دو تا گزاره رو من اومدم با حرف یا به هم چسبوندم. اگر با حرف یا 2 تا گزاره رو به هم بچسبونیم، این میشه ترکیب فصلی. نمادش چیه؟ نماد عدد مثل حالت 7. بگیم پی یا اینجا یه حالت 7 بینشون بودم، پی یا کیو. این چی میشه؟ میشه یا بگیم ترکیب فصلی 2 تا گزاره، پی یا کیو ترکیب فصل. خب حالا ارزش ترکیبی چیه؟ خوب دقت کنه. ارزش ترکیب برخلاف اون ترکیب عطفی تو 3 حالت درسته، فقط تو یه حالت نادرسته که 2 تاشون نادرست باشن. پس پی یا کیو فقط در یه حالت میشه نادرست، اونم در چه حالتی؟ هر دوشون نادرست باشه. هر دوشون نادرست باشن ارزش میشه نادرست. علی به مدرسه میرود یا علی سر کار میرود. خب علی به مدرسه رفته، بعد مثلا سر کار هم رفته، گزاره درست. به مدرسه رفته، سر کار نرفته، درسته، چون میگیم یا این یا این. علی به مدرسه نرفته، سر کار رفته، خب بازم درسته، چون به هر حال سر کار رفته. یا یعنی یکیش رخ بده. علی به مدرسه نرفته، جیم شده، سر کار هم نرفته، پدر مادرشو گول زده، نه به مدرسه رفته نه سر کار رفته، کار خیلی بدی کرده، ارزشش چی میشه؟ نادرست میشه. پس در 3 حالت درست، در یه حالت نادرست. چه موقع نادرسته؟ هر دوی اینها نادرست باشه، یعنی علی مدرسه نرفته، سر کارم نرفته، رفته دنبال تباه کردن وقتش، این ارزش چی میشه؟ نادرست میشه. وگرنه در اون 3 حالت دیگه چی بهش میگیم؟ درسته. خب حالا بیام سراغ فعالیت اون بچه‌ها. میخواد فعالیت ترکیب چی بگه؟ ترکیب فصلی رو بگه. این یا داره میگه، پس هر وقت یا بود ترکیب فصلی میشه. خب ببینیم چی گفته بچه‌ها. گفته عدد 4 عدد فرد است. خب این نادرسته دیگه، 4 که فرد، 4 زوجه، نادرست. یا عدد اول است. 4 عدد اول نیست که، 4 عدد فرد نه اوله. یا عدد اول است، اونم میشه نادرست. 2 تا نادرست که باشن میشه نادرست. اگر هر 2 تاشون نادرست باشن جواب نادرسته. خب گفته گزاره درسته. خب حالا قسمت دومشو باید بساز. گفته حضرت مهدی امام 12 شیعیان است، این درسته. خب من میخوام درست بسازم، این طرف شد یه هرچی خاصی بزن، چون برای درست بودن یه درست کفایت میکنه. میتونی این طرف رو درست بذاری، میتونی این طرف رو نادرست بذاری. اینجا پس یه دلخواه، مثلا میگم 2 زوج است، 2 زوج است. اینجا چی بشه؟ درست.
درست یا درست میشه، یا اشتباه بگم که دو فرد است، فرقی نداره، دو فرد است. این چی میشه؟ نادرسته. نادرست با درست بازم چی میشه؟ ارزشش درست میشه، پس فرقی نداره. یکی از داره میتونم برسه. خب اینجا گفته درست 91 عددی مرکب است. اینجا 91 عدد اول عدد مرکب است یا نه، اینو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا بر عدد دیگه بخش پذیر میشه یا نه. خب 91 که خب بچه‌ها عدد مرکب نیست چون بر چیز بخش پذیر. 91 میشه عدد اول، پس میشه نادرست. درسته؟ 91 عدد اولی هست چون بر چیز بخش پذیر به جز یک و خودش نه. خب این نادرست، اما ارزش بچه ها درسته. پس من این طرف که نادرسته، این طرف با یه عددی درست مثل یه چیز درست بگم. مثلا بگم چه؟ بگم 2 زوج است. اینا باید درست مثال بزنم تا درست و یا نادرست. اینجا ببین یا نادرست یا درست جوابش چی میشه؟ جوابش میشه درست. خب بعدش گفته نادرست است. افلاطون نویسنده کتاب ارغنوان است. این را باید ببینیم درست میشه یا نادرست، چون اینجا چی میشه؟ این نادرسته. وقتی نادرسته من هر دو رو با این نادرست بذارم، پس این نادرسته. این طرف هم با این نادرست یه چیزی مثال بزنم، بگم مثلا 2 فرد است. اینم نادرست. نادرست یا نادرست میشه نادرسته. درسته؟ پس این نادرسته. اون طرف هم من یه چیز نادرست مثال میزنم تا اینا با هم دیگه 2 تا نادرست تبدیل بشن به چی؟ تبدیل بشن به نادرست. خب پس چون نادرست هست، پس ببین چون جواب خودش گفته نادرسته، پس این 2 تا با این نادرست بشن. 2 تا نادرست گفتیم با هم میشن نادرست. پس افلاطون نویسنده کتاب عقل از میشه نادرست. من یه نادرست هم خودم با این طرف اول مثال بزنم که 2 تا نادرست با هم دیگه یا که بشن برام به نادرست میرسه. خب حالا گفته درست. گفته درست، من باید وقتی میخوام بگم درست چه حالت میتونم مثلا 3 حالت میتونستم برای درست، برای که ترکیب بشه درست. میتونم اولیه بگم چی؟ نادرست، بعدیه بگم درست. ترکیبشون چی میشه؟ میشه درست. دیگه چی میتونم بگم؟ اولیه درست بگم، دومی رو بگم نادرست، بازم ترکیبشون چی میشه؟ درست میشه. میتونم چیکار کنم؟ اولیه درست بگم، دومی هم درست بگم، بازم ترکیبشون چی میشه؟ درست میشه. پس من اینو با 3 حالت میتونم چیکار کنم بچه ها؟ جواب بدم. چرا؟ چون من میخوام درست بشه. درست حداقل یک از نوعی درست بشه. ببین نادرست درست جوابش میشه درست. درست یا نادرست جوابش بازم میشه درست. درست یا درست هم جوابش میشه درست. پس در یک از این 3 حالت میتونید شما مسئله رو جواب بدید، فرقی هم نداره. مثلا من اولی اگه بخوام بگم نادرست، مثلا بگم که 2 فرد است، این نادرست. یا حالا یه درست باید بگم یا رادیکال 2 گنگ است. گنگ است. تموم شد. اولی نادرست، دومی درست. حالا اینجا درست یا نادرست داره میتونید به روش‌های مختلفی کنار هم بچینید و به 3 طریق این جاهای خالی رو پر بکنید. پس دقت کنید بچه‌ها، ترکیب فصلی در 3 حالت درست، در 1 حالت نادرست، برخلاف ترکیب عطفی. ترکیب عطفی فقط در 1 حالت درست بود، در 3 حالت چی میشد؟ نادرست میشد. خب بریم سراغ روش دیگه‌ای برای ترکیب کردن گزاره ها به نامش ترکیب شرطی. شرطی میگیم اگر درس بخوانی آنگاه قبول میشوی. آنگاه قبول میشوی. ببین من 2 تا گزاره رو با هم ترکیب کردم، درس خواندن و قبول شدن رو با آنگاه. اینا رو میگن گزاره های شرطی. گزاره اول اگر درس بخوانی، اگه اسمو بذارم پی، قبول شدن اسمو بذارم کیو، بگم پی آنگاه کیو. پی آنگاه کیو. اینجا به حالت به زبانهای مختلفی هم میتونه بگه. اگر پی آنگاه کیو، پی نتیجه میدهد کیو را، کیو از پی نتیجه میشه، یعنی قبول شدن از درس خواندن نتیجه میشه. به پی به اولیه میگیم مقدم، به کیو دومیه میگیم تالی. پس درس خواندن مقدمه، قبول شدن تالی یا نتیجه هست.
پس ما میگیم اگر P آنگاه Q، یا میگیم P نتیجه میدهد Q رو، یا میگیم Q نتیجه ای از P هست. اینا رو میشه به زبانهای مختلفی بیان کنیم. اولیه مقدم هست، به دومیه میگیم تالی یا نتیجه. خب حالا بیام سراغ ارزشش. بچه‌ها این ارزش خیلی مهمه، خوب دقت کنیم. بیا مثلا میگه که یه چنین چیز ذهنتون داشته باشه، مثلا پدر علی گفته است اگر قبول شوی آنگاه برایت دوچرخه میخرم. یه گزارش چیه؟ گزارش شرطیه دیگه. قبول شدن پیه، خریدن دوچرخه کیوه. پی اگر قبول شوی آنگاه کیو، آنگاه برای دوچرخه میخرم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا پیو گفتیم دو تا گزاره، دو به توان دو 4 حالت داره. خب پی قبول شدن، کیو خریدن دوچرخه. خب علی قبول شده، درسته، باباش هم دوچرخه رو براش خریده، دستش هم درد نکنه، ارزش گزاره چیه؟ درسته. خب دوم پی درسته، علی درسشو علی قبول شده، کیو دوچرخه رو براش باباش نخریده. خب این میشه نامردی دیگه، این میشه نادرست. پس علی درسشو علی قبول شده، دوچرخه خریدن پدر چی بود؟ کیو. کیو نادرسته، یعنی بابا دوچرخه رو نخریده، به قولش عمل نکرده، پس ارزش گزاره نادرست میشه. این چیه؟ علی قبول نشده، نادرست. علی قبول نشده، درست. پدر دوچرخه رو براش خریده، این لطفی پدر بوده، درسته، اشکالی نداره. علی قبول نشده ولی پدر خیلی مهربان بوده، خیلی لطف داشته، رفته دوچرخه رو خریده براش، ارزش گزاره درسته و علی قول داده که سری بعد قبول بشه. حالت بعدی علی درس نخونده، باباشم براش دوچرخه نخریده، هیچ اتفاقی نمیفته، درسته. به هیچ کدومشون ظلمی نشده، نه علی به هیچ ظلمی میشه نه پدر، چون علی درس نخونده، پدرم دوچرخه رو نخریده، پس میشه نادرست. پس خوب دقت کنه، پی آنگاه کیو فقط در یه حالت نادرسته که علی درسشو بخواند و پدر براش دوچرخه نخرد. این میشه چی؟ این میشه نادرست. در 3 حالت دیگه درست. پس علی درسشو بخونه، مقدم علی قبول شده، آنگاه پدر دوچرخه رو نخریده، این نامردیه، این نادرسته. وگرنه در بقیه 3 حالت ارزش گزاره بود چی میشه؟ درست میشه. پس خوبی مثال تو ذهنتون بمانه. حالا پی آنگاه کیو رو بچه‌ها دیگه میدونید، الان اگر این نادرست باشه این همیشه درست میشه. این همیشه نادرست یعنی درس نخوند. حالا درس نخونده باشه، بابا دوچرخه براش بخره، درست. بابا دوچرخه براش نخره، بازم درسته. پس اصطلاحا بگیم اگر گزاره اولمون نادرست باشد، ترکیب شرطی همیشه درست، یا اصطلاحا بگیم به شرط انتفای مقدم. یعنی اگر مقدممون نادرست باشه، اگر مقدم نادرست باشد، گزاره شرطی همواره درست است. همواره درست است. انتفای مقدم میگن. یعنی علی درس نخونده، پی نادرست، علی درسشو نخونده. حالا کیو؟ حالا بابا چه بخره چه نخره، کل گزاره چیه؟ درست میشه. اگر نخره که خب درس نخونده، اونم نخرید، اشکالی نداره، درست. اگر بخره از بزرگی پدر بوده، بازم ارزش گزاره چیه؟ درسته. پس اگر مقدم نادرست باشد، مقدم نادرست باشد، کل گزاره همواره چی میشه؟ درست میشه. اصطلاحا اینو میگن چی؟ به انتفای مقدم، یعنی نفی مقدم، یعنی مقدم نادرست. اگر مقدم نادرست باشد، ترکیب شرطی همواره درسته. وقتی که علی درس نخونه، باباش هر کاری میتونه بکنه، میتونه دوچرخه بخره، میتونه دوچرخه نخره و ارزش ترکیب شرطی درست هست.